بسم الله الرحمن الرحیم. همنشتی مثلث‌ها از محمد مهدی رضاخان. روش‌های اثبات همنش بودن دو مثلث. ما سه روش برای اثبات همنش بودن دو مثلث داریم. روش سه ضلع برابر یا به اختصار ضاد ضاد ضاد، روش دو ضلع و زاویه بین برابر یا به اختصار ضاد ض ضاد، روش دو زاویه و ضلع بین یا به اختصار ض ضاد ض. در شکل مقابل نقطه O وسط پاره خط BC است. دلیل همنشتی دو مثلث OCD و OAB را بیان کنید. فرضش میشه B مساوی با C و OC مساوی با OB. حکمش هم که میشه OAB همنش است با OCD. استدلال هم میشه OC برابر است با OB، B مساوی با C، O1 و O2 هم به خاطر متقابل به رأس بودنشون برابرن و به روش دو زاویه و ضلع بین OAB و OCD همنش هستند. مثال 2. BD نیمساز زاویه‌های B و D است. ثابت کنید که دو مثلث ABD و CBD با هم همنشتند. فرضش میشه B1 مساوی با B2 و D1 مساوی با D2. حکمش هم که میشه ABD مساوی با CBD. استدلالش میشه B1 مساوی با B2، D1 مساوی با D2، B2 هم که ضلع مشترکه، پس ABD و CBD به روش دو زاویه و ضلع بین همنشتن. پایان بخش اول. امیدوارم لذت برده باشید. در پناه قرآن. خدا نگهدار.